شاید دلت پیتزا بخواد و فر توی دسترس نداشته باشی. میخوام یه پیتزا مخلوط خوشمزه بهت یاد بدم بدون نیاز به فر. قبل از اینکه شروع کنیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی، کانال رو هم سابسکرایب کنی تا به محض آموزش‌ها و ترفندهای جدید از اون مطلع شی. بریم تو کارش. برای خمیرش 1/2 لیوان شیر ولرم میخوایم و 1 قاشق شکر و 1 قاشق مخمر. ترکیبشون کن و بهش استراحت بده تا مخمرها به عمل بیاد. بعد از اون بهش ماستو بزن، روغن زیتون و روغن مایه. ترکیبشون کن. مواد که مخلوط شد آردو بهش اضافه کن و کاملا یه دستشون کن. بافتش که صفر شد 15 دقیقه ورزش بده تا خمیرت به یه لطافت یکسانی برسه. اگر مقدار مواد رو دقیق زده باشی خمیرت دیگه به دست نمیچسبه. حالا یه چونه ازش بگیر، کم روغن زیتون بزن و بذارش یه جای گرم برای 2 ساعت استراحت. بریم سراغ بقیه مواد. 4 تا دونه قارچ متوسط رو خورد کن و هرچی نازکتر خوردش کنی بهتر پخته میشه. فلفل دلمه‌ای هم به شکل نگینی خوردش کن. بذارشون کنار و حالا سوسیس و 1 دونه کوکتل رو بیار. هر دوتاشو رنده کن. اینا رو هم بذارشون کنار. بریم سراغ خمیرمون. حجمش که 2 برابر شده بود 1 کم آرد بزن و بذارش روی سطح کارت. به شکل یه دایره پهنش کن. از وردنه هم میتونی استفاده کنی. به این ضخامت که رسید کافیه. حالا یه تابه بیار و بذارش توی مایتابه. نیازی به آرد و روغن هم نداره. کاملا پهنش کن و کفشو با یه چنگال سوراخ بزن. بعد از اونم 3 الی 4 دقیقه بذارش رو شعله کم تا خمیرمون نیم پز بشه. حالا کفش سس بزن. 1 لایه پنیر بزن و ترکیب سوسیس و کوکتل گوشت رو بچین کفش. 1 کمه دیگه پنیر بریز. لایه بعدی قارچ بریز و بعد از اونم ذرت‌های پخته شده. روشو به دلخواه زیتون خرد شده بریز و با پنیر پیتزا بپوشونشون. در آخرم با فلفل دلمه‌ای تزیینش کن. 1 کم پودر آویشن هم بزن و بذارش رو شعله کم. 10 تا 15 دقیقه براش کافیه. پنیر روش که آب شده بود زیر پیتزا رو نگاه کن. اگر طلایی شده بود آماده است. و در نهایت اینم از یه پیتزا تابعی فوق‌العاده خوشمزه که حتما باید خودت امتحانش کنی. بدون نیاز به فر درستش کن. اگر از این ویدیو لذت بردی حتما لایکش کن. کانال رو هم سابسکرایب کن تا به محض آموزش‌ها و ترفندهای جدید از اون مطلع شی. نوش جونت.